شیوه دعوت، چگونگی دعوت، شیوه های حکیمانه دعوت. بزرگترین امر در دعوت همدردی و غمخواری است، دلسوزی و شفقت برای کسی که او را دعوت به سوی الله میدیم. غمخوار باشیم، دلسوز باشیم، همدرد باشیم، همان گونه که جناب رسول الله صلی الله علیه و علی آله و صحبه و سلم حتی برای تشنگان خون خودش دلسوز و غمخوار بود، برای دشمنان جان خودش همدرد بود با دلسوزی. این اريد الا الاصلاح، شعار انبیا، انی لکم ناصح امین، همدردی. و امام الانبیا حریص علیکم، تا جایی که رب ذوالجلال تسلی میده: طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى لست عليهم بمسيطر وما انت عليهم بجبار لعلك باخع نفسك فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. این آیه ها بیانگر همدردی و شفقت و غمخواری که در قلب اطهر رسول الله صلی الله علیه و علی آله و صحبه و سلم بود. و دعوت، شیوه زیبای دعوت را امام الانبیا تعلیم میدهند به ما. در دعوت ما 3 قشر داریم، کسانی که ما داریم اونها رو دعوت میدیم در جامعه مسلمین و اونها رو به سوی حق میاریم. یا اونها کامل الایمانن اما جاهل عن الاحکام هستن. این دعوت روش و شیوهش فرق میکنه. امام الانبیا در مجلسش یکی از اصحاب تشریف آوردن، در دستش انگشتری از طلا بود. روش این کامل الایمانه. پیامبر برخورد با کامل ایمان رو به ما تعلیم میدهند. از دستش انگشتر رو بیرون میارن و دور میاندازن. آیا شما تصمیم گرفتی ای که در دستتون اخگر و آتش جهنم رو قرار بدهید؟ بعد از آن دلیل این که این کامل الایمانه و در برخورد پیامبر با کامل الایمان چنین است. بعد از آن اصحاب به این دوستشون گفتن انگشتر تو بردار. زمانی که امام الانبیا تشریف بردن، در جواب گفت هرگز آنچه که پیامبر دور انداخته من او رو دست نخواهم زد. کمال ایمان و محبت و شفقتشون بود. اما روش دوم، شیوه دوم که درسی که به ما میدهند، ناقص الایمان، جاهل عن الاحکام. اینجا روش فرق میکنه. نقص ایمانش ضعیفه اما حکم رو نمیدونه. به عنوان مثال اعرابی روستانشینی که در مسجد نبوی شروع کردن به ادرار کردن، امام الانبیا با یک شیوه بسیار قشنگ و زیبا گذاشتن تا اینکه من کردن. حتی اصحاب که خواستن او رو باز دارن و بذارید کارش تمام بشه. بعضون صدا زدن و فرمودن که مساجد جای پاک و جای سجده جای پاکی هستند. و این شیوه زیبا با یک لبخند و با یک آرامش عوض شد و زندگیش دگرگون شد. و این منکر و آن چیزی که پیامبر او رو میخواست به سوی آن دعوت بده به جا ماند و در زندگی او تحول و تغییر اومد. اما قشر سومی که در جامعه مسلمین داریم، ضعیف الایمان عالم بالاحکام، که امروز این قشر در جامعه مسلمین بسیار زیاده. حکم رو میدونه اما بنابر ضعف ایمان خودش نمیتونه از منکر باز بیاد. به عنوان مثال در محضر امام الانبیا جوانی میاد و در محضر امام الانبیا میگه که به من اجازه بده که من برم عمل زشت و کثیف زنا رو انجام بدهم. در تصور امروز ما باید این شخص کتک بخوره، توبیخ بشه. اما امام الانبیا به ما درس میدن. سید تمام دعوتگرا به ما دارن درس میدن. ادنو منی یا شباب. در کلمات عرب ما داریم تعال، تقرب، اما کمال محبت و مودت در دنایت. ادنو، رب کریم به حبیب خودش میگه ثم دنا فتدلا. ادنو منی، بیا یکمی نزدیکتر. جلوتر که میاد
و یک شیوه بسیار زیبا و قشنگ او رو تفهیم میکنه. دوست داری کسی با خواهر تو عمل زشت کثیف زنا رو انجام بده؟ در جا میگه هرگز نه یا رسول الله. دوست داری این عمل زشت کسی با دختر تو انجام بده؟ اقرام الله نزدیکش رو میشماره، میگه نه. در آخر دست مبارک و با برکت و از محبت خودش را بر سینهش میذاره، دعوت و دعا. اللهم طهر قلبه و نقه فرجه و غفر ذنبه. پروردگارا سینهش رو پاک بگردان، از گناهش درگذر بگردان و شرمگاهش رو حفاظت بگردان. تغییر میاد، این دعوت دگرگونی میاره در زندگی این جوان. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند در جمع ما از همه بیزارتر و متنفرتر از زنا همین جوان بود. از عصر خودم یک قصه بگم در شیوه دعوت و روش حکیمانه دعوت. شخصیت معروفی در این قرن به نام دعوتگر معروف حضرت مولانا الیاس رحمت الله علیه کاندهلوی، یکی از علما تصمیم میگیرند که من برای ملاقاتشون برم. در مسیر که میاد، جایی که ایشون زندگی میکردن به نام بستی نظام الدین، این روستا اسمش به نام اون مقبره بود که در اونجا نظام الدین اولیاء رحمت الله علیه مقبرهش بود، یکی از دوستان خدا، حتی لقبشون سلطان الاولیاء. وقتی که به اون روستا میرسه میگه از اینجا که دارم رد میشم و رسول الله صلی الله علیه و سلم که به ما فرمودن منعتکم عن زیارت القبور فزوروها فانه یذکرکم القیامه و یذکرکم الموت، برم از قبرستان زیارتی بکنم. وقتی که اینجا میان منظر عجیبی میبینن که بعضی ها به سجده افتاده ان جلوی قبر و این منکر بسیار بزرگیه. باید اینها دعوت داده بشن. با خودش چه کار میکنه؟ میگه نکنید. بعضی ها دارن سجده میکنن، بعضی ها دارن طواف میکنن که ممنوعه، قطعا حرامه، باز میداره، اما اونا باز نمیاند. بعد از اون شروع میکنه به دست به زور اونها رو باز میداره. بالاخره به جای میرسه که اونها میگن بیرونش میکنن، بیرون نمیره. حتی شروع میکنن به کتک زدن هم دیگر را. به این شخص که یکی از علما بود کتک حسابی میزنن و از اونجا بیرونش میاندازن. کتک خورده با بدنی پر از درد به محضر مولانا الیاس رحمت الله علیه میرسه. با رسیدن بعد از سلام میگه مولانا الیاس همه جهان رو پر از کردی از دعوت و تبلیغ، امر به معروف و نهی از منکر، اینجا دو قدمی خودت داره منکر بسیار بزرگی انجام میگیره. و پیامبر فرمودن من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فان لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع فبقلبه و ذلك اضعف الایمان. چرا اینا رو جلوشون نمیگیری؟ مولانا الیاس با یک لبخند و خونسردی جواب دادن آیا این حدیث فقط برای الیاس هست یا برای تمام امته؟ بله این برای همه امته. مولانا فرمود شما هم فردی از امت هستید یا نه؟ بله من هم فردی از امتم. شما بر این حدیث عمل کردید؟ بله جناب مولانا من الان عمل کردم. و تمام سرگذشتش رو بیان کرد که عاقبتش بود که منو کتک زدن و از اینجا بیرونم انداختن. مولانا در جواب فرمودند که جناب مولانا در حدیث اومده که من رأى منکم منکرا فلیجادله، هر کس از شما منکری ببینه با اون منکر بجنگه. بالاخره از علما بود، فوراً فهمید، گرفت حرف را، عرض کرد نه یا مولانا که تو جدال کردی با اونها رو در منکرشون پایبندتر کردی. فطرت انسانه، در اون منکرشون اونها رو مستحکم کردی. گفت مولانا به من تعلیم بده باید چه کار میکردم؟ مولانا در جواب فرمودن در اون لحظه بهشون چیزی نمیگفتی، همان گونه که امام الانبیا در بسیاری از موارد به ما تعلیم دادن. بعد از اون که از اونجا بیرون می اومد اول باش محبت میکردی، اظهار محبت میکردی، همان گونه که روش انبیاست. انی لکم ناصح امین، هدیه میدادی بهش، چای میدادی، نوشابه میدادی بهش. بعد اون که رابطه باش قوی میشد، دلشو به دست می آوردی، بهش میگفتی حتما مشکلی داری. اول مشکلش اظهار نمیکرد، اما زمانی که احساس میکرد تو او رو دوست داری اظهار میکرد بله مشکل دارم که اینجا اومدم پیش این مقبره و اینجا سجده کردم و اینجا طواف کردم. مشکلشو به تو میگه که من 10 سال ازدواج کردم،
پسر ندارم یا فرزندی دارم که همه دکترا بردم شفاش حاصل نشده، به من گفتم برو پیش فلان قبر شاید شفا حاصل کنه. من اومدم اینجا طواف و سجده میکنم. بعد از اون وقتی که اون مشکلش میگفت بهش بگی من یک راه حلی بلدم برای حل مشکلات، و اون راه حلی است که خود این دوست خدا، خود این ولی خدا حضرت مولانا نظام الدین هرگاه که دچار مشکلی میشد، برای گرفتاری مصیبتی می اومد، با آن روش مشکلش رو رفع میکرد. من روشی بلدم که استاد ایشون، اساتیدش، حتی اصحاب رسول الله، حتی خود جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا حزبه امر، وقتی که کار مهم و مشکلی براش پیش می اومد از اون روش مشکلش رو حل میکرد و به ما هم تعلیم دادن. فورا میگه بگو چه روشی است؟ وضو بگیر، 2 رکعت نماز بخوان، از مولا و رب کریم که حلال مشکلات تک تنها خودشه، مشکل گشا تنها خودشه، دوا کننده دردها تنها خودشه، از او بخوا. اذا حزبه امر فزع الى الصلاه، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم مشکلش با نماز حل میکرد. قرآن به ما توصیه کرده استعینوا بالصبر والصلاه، با صبر و نماز کمک حاصل کنید، مدد الهی رو بجویید. شیوه های دعوت، یه قصه هم بگم که به یادم افتاد. دوستمون تعریف میکرد ایام فصل برداشت خرما بسیار گرم، یکی از دوستا به سوی مسجد میرفت هنگام نماز ظهر، گرمای شدید. کسی داشت در مزرعه خودش کار میکرد، بالای درخت خرما بود، خرما رو جمع‌آوری میکرد. شخصی که رد میشد بهش گفت که ای بدبخت، ای خدا زده، فلک، هر حرف تندی که بود بهش گفت. اونم در وقتی که انسان از کسی عصبانی بشه نمیخواد زنگشو هم ببینه، چه در مشغول به کار بود و آخر عصبانی شد. برو خود کلماتی گفت که اصلا گفتنش مشکل، گفت برو گم شو با نمازت. این فوراً به خودش اومد، حرکت کرد و رفت. اما گفت اول یک جرم میکرد، مرتکب یک جرم بود که نماز نمیخوند، الان 2 تا جرم شدن، توهین به نماز کرد، من باعث شدم. اومد پیش یکی از علمای دعوتگر و از او پرسید چه کار کنم؟ روش رو یاد گرفت. روز بعدش 1 ساعت قبل از نماز اومد، از مزرعه داره رد میشه، سلام داد بهش، گفت من میخوام بهت کمک کنم. نه، گفت لباس کسی لباس شسته میشه، مشکل نیست. آستیناشو بالا گرفت و شروع کرد به کمک کردن در جمع‌آوری خرما و در همین ضمن بهش میگفت خوشا به حالت، داری کسب حلال میکنی، روزی حلال در زندگیت برکت میاره. وقتی که انسان برای کسب حلال خسته میشه، در روایت داریم تمامی گناهانش رو پروردگار عفو میکنه. و چه شغلی زیبایی داری، شغلی که اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم انصار مدینه کارشون کشاورزی و خرما بود و در همین ضمن به تشویق نماز پرداخت تا اینکه وقت نماز شد. گفت اجازه بده من برم نماز بخونم بیام. گفت من هم بات میام. هر 2 تا حرکت کردن. نمیشناسه که این دیروزیه. در مسیری که به سوی مسجد میرفتن گفت شکر بار الها، تو مثل اون احمق دیروزی نیستی. دعوت، شیوه های حکیمانه دعوت باید اینو یاد بگیرید. اثر و نتیجه دعوت نوره و زمانی که تابش و درخشش نور به جهان میاد، برای تمام باطل دنیا و تاریکی ها و ظلمت ها حکم نابودی اونها از جانب رب العالمین صادر میشه. و دعوت الله ثمراتی داره و در دعوت الله ما 3 نمونه، 3 شیوه و 3 اثر ظاهر میشه. یا دعوت الله ثمرش با اسباب ظاهر میشه، دعوتگر دعوت میده و شنونده دعوت رو میپذیره و این یک روش عادی دعوته. اما ثمره و نتیجه و تأثیر دوم دعوت اینه که بدون از اسباب دعوت تأثیرشو میذاره. در واقع تأثیر دعوت انجام گرفته، اما جایی که اسبابش نداره بدون از اسباب ظاهر میشه. همان گونه که در روایات داریم که سیدنا خالد بن سعید خوابی دیدن که در یک گودال بسیار بزرگ آتش پدرش داره او رو پرتاب میکنه و امام الانبیا او رو از کمر گرفته و دورش میکنه. دوست صمیمیش صدیق اکبره، میاد خواب و باش تعریف میکنه که من چنین منظری در خواب دیدم.
میگه میخوای از آتش نجات حاصل بکنی، اونو میاره در محضر جناب رسول الله صلی الله علیه و علی آله و صحبه و سلم و امام الانبیا به او دعوت میده و دعوت اسلام میپذیره و مشرف به اسلام میشه. در این قرن ما هم جماعتی از فرانسه اومده بود، زن و مرد تازه مسلمان شده بودن. استادمون پرسید شما چگونه مسلمان شدی؟ داستان ایمانش مرا تعریف کرد که من در خواب دیدم شیطان رو، دشمن رو دیدم، از شیطان فرار کردم، شیطان پشت سر من بود، هرچی من فرار میکردم و میدویدم شیطان ولکنم نبود، تا آخر عاقبت آبی دیدم، خودمو در آب انداختم، اما دیدم که این دشمن خودش در آب انداخته و هنوز ولکن من نیست. در این لحظات بسیار حساس و نگران کننده شخصی آن طرف آب بود، دستشو دراز کرد و منو از آب بیرون آورد، با دست دومش اشاره کرد، شیطان فرار کرد. من از خواب بیدار شدم. روز بعدش که میخواستم به کار برم، اولین قدمی که تو بازار گذاشته بودم شخص مورد که در خواب دیده بودم در نگاهم جلو چشمم اومد، نزدیک اومدم، در بغلش گرفتم، محبت، اظهار محبت کردم باش. از من پرسید که تو کی هستی؟ این همه با من اظهار محبت میکنی. بهش گفتم تو منو از شیطان نجات دادی. گفت چگونه؟ تمام خواب رو براش تعریف کردم. گفت میخوایی؟ جالب اینجاست میگه اون شخص هم تازه مسلمان شده بود، اما اینو به محضرتون برسونم، کسانی که تاریکی و تلخی کفر رو چشیده اند، اون تازه مسلمان ها از من و شما بیقرارترن برای نجات انسان ها از تلخی کفر و از ذلت شرک. به خاطر گفت که میخوای تو رو از جهنم نجات بدم، بیا با من، از شیطان نجات بدم، بیا با من. همراهیش میکنه، میبره نزد در مسجد دستی که دعوتگرا اونجا بودن و بهش دعوت ایمان میدن و مشرف به اسلام میشه، ولی بدون از اسباب ظاهری. در عصر زیبای حضرت رسول صلی الله علیه و سلم اگر ما اسبابی در اختیار نداریم، آنچه که در اختیار داریم به کار ببندیم، رب ذوالجلال با قدرت خودش در کل جهان دگرگونی میاره. دور از مدینه منوره قبیله بود و سردار این قبیله عداس بن مرداس آخرین لحظات زندگی به پسرش توصیه کرد، پسرم این بت بزرگ زمار، این معبودمون، از این خوب نگهداری بکنی، مواظبش باشی. بابا از دنیا میره، پسرش حسب توصیه پدر از بت بزرگ زمار نگهداری میکنه، مواظبشه. روزی از روزها میاند، میبینند که بت بزرگ زمار سرش پایین، پاهاش بالا، واژگون شده. تعجب میکنه، خبری نیست از کسی، اثری نیست. بالاخره به تعبیر خودشون خداشون راست میکنن، میرن. بار دوم که میان در معبدشون همون منظره، بت بزرگ سرش پایین، پاهاش بالا، واژگون شده. این تأثیر دعوته، هر بت جهان رو دیگر واژگون میکنه و هر قدرت باطل جهان رو سرشو به خاک میزنه. تأثیر دعوت الله. بار سوم که اومدند دیدن دوباره همون منظره، در عالم نگرانی و حیرت ایستاده بودند. خود بت جواب میده. جالب اینجاست که از مرکز کفر و شرک ندای توحید میاد، دعوت میاد، دعوت بدون از اسبابی که صاحب اینجا بیان. رب العالمین اثرش ظاهر میکنه. از بت ندا میاد، قل للقبائل من سلیم كلها عود الزمار وعاش اهل المسجد ان الذي ورث النبوة والكتاب بعد ابن مريم من قريش مهتدى عود الزمار وكان يعبد مدة قبل الكتاب الى النبي محمدا. مرکز بوت در مرکز شرک و کفر دعوت میده. بگو به قبائل سلیم، شما بری دعوت بدی به دیگران. به این قبیله داری میگه عود الزمار، زمان بت و بت پرستی به پایان رسید. چرا؟ و عاش اهل المسجد، مسجد آباد شده، بله ایدگاه زاهدان با کلام الله و رسول آباد شده.
قدم ها از جاهای مختلفی برداشته میشن و با رضایت پروردگار برمیدارن و با این تصمیم این قدم ها برداشته میشن که ما هر باطلی در جهان با هر اسمی که هست، هر انسان اولاد آدم که اونها فرزندان آدمن، برادر و خواهرهای انسانی ما هستن، با هر لکه کثیف باطلی که اونها لکه دارن، ما همه اونها رو از اون لکه های کثیف کفر و شرک پاک میکنیم. این اراده و تصمیم در جهان دگرگونی خواهد آورد و ما بزودی خواهیم دید که انشاءالله و عاش اهل المسجد نور، تابش و درخشش نور مسجد، حوزه علمیه ها، حوزه های علمیه، کلام الله و رسول، این جلسات محفل های نور از قلب های جهانیان تاریکی ها و ظلمت های کفر و شرک را محو خواهند کرد.